اگه حس می‌کنی ذهنت شلوغه، این 3 نکته کمک می‌کنه دوباره تمرکز پیدا کنی. 1. روزت رو با یک کار مشخص شروع کن. نه با گوشی، نه با پیام‌ها. فقط یک کار کوچک که خودت انتخاب می‌کنی. این باعث میشه مغزت از همون اول نظم پیدا کنه. 2. برای هر ساعت 5 دقیقه توقف داشته باش. چشمات رو ببند، یک نفس عمیق بکش و ذهن رو ریست کن. این 5 دقیقه کیفیت 55 دقیقه بعد رو عوض میکنه. 3. چیزهایی که حواست رو پرت میکنن از جلوت بردار. گوشی، نوتیفیکیشن، صفحای باز. وقتی محیطت ساده تر باشه، ذهنت خودش متمرکز تر میشه. تمرکز استعداد نیست، عادته. هر روز فقط یک ذره بهتر که بشی، ذهنتو میدرخشه.